در شب طوفانی 10 جولای 1856 کودکی چشم به جهان گشود که آینده الکتریسیته را دگرگون می‌کرد. او نیکولا تسلا بود. از همان کودکی نیکولا تسلا شیفته طبیعت و نیروهای نادیدنی آن بود. او ساعتها به حرکت آب و چرخش باد خیره می‌شد و ذهنش پر از ایده‌های بزرگ بود. بیماری تسلا را به بستر انداخت، اما حرف مادرش جرقه‌ای در ذهنش روشن کرد. او باید قوی‌تر از همیشه باز می‌گشت. در دانشگاه نیکولا برای اولین بار شاهد جرقه‌هایی شد که بعدها مسیر زندگیش را تغییر دادند. او رویای انتقال بیسیم برق را در سر می‌پروراند. با چمدانی کوچک و قلبی پر از رویا تسلا راهی آمریکا شد. او نمی‌دانست چه در انتظارش است، اما یقین داشت که مسیرش جهان را تغییر خواهد داد. در آمریکا تسلا با مشکلات زیادی روبرو شد، اما آزمایش‌های او به نتایجی خارق‌العاده منجر شدند. رقابت میان تسلا و ادیسون یکی از بزرگترین نبرده‌های علمی تاریخ بود، اما تسلا به نیروی جریان متناوب ایمان داشت. در سال 1893 در نمایشگاه جهانی شیکاگو تسلا ثابت کرد که جریان متناوب آینده جهان است و او موفق شد جهان را روشن کند.